سلام. در بخش اول میخوایم آموزش کلی کار با ماشین حساب کاسیو FX 991 ES پلاس رو آموزش بدیم. برای آموزش کلی از بالاترین دکمه ها شروع میکنیم. خب دکمه شیفت و آلفا. شیفت که خب زمانی که ما دکمه شیفت رو فشار میدیم علامت اس بالا فعال میشه و تمام عبارت هایی که با رنگ زرد بالای هر دکمه نوشته شده اونها کار میکنن و کلید آلفا با گزینه A اون بالا فعال میشه و دوباره تمام عبارت هایی که به رنگ قرمز نوشته شده کار میکنن. و در حالت عادی که هیچ کدوم از اینا فعال نباشه عملکرد اصلی که روی خود هر کلید نوشته شده کار میکنه. این قسمت برای جابجایی توی منو هست. قسمت بعد مود و خب این کلید روشن کردنش هست. خاموش کردنش هم که با شیفت و آف انجام میشه. مود وقتی که قسمت منو میاد و مود میاد، زمانی که شیفت و مود رو بزنیم وارد ستاپ میشه و تنظیمات. که قسمت منوی مود گزینه اول حالت کلی هست که محاسبات کلی رو انجام میده و قسمت بعد قسمت کامپلکس هست که ما در اینجا دیگه نمیتونیم از محاسبات پیچیده تر استفاده کنیم، مثل منوی کامپ نیست. اینجا ما مثلا از سیگما دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، از جمع، از مشتق و انتگرال نمیتونیم استفاده کنیم، ولی توی منوی کامپلکس میبینیم که مشکلی برای این کار نداریم. گزینه 3 استات هست که خب برای محاسبات میانگینش رو حساب کنیم، واریانسش رو حساب کنیم، انحراف معیار و همه این محاسبات رو میتونیم از منوی گزینه 3 انجام بدیم که خب اینا رو بعدا در قسمت خودش توضیحات بیشتری میدم. گزینه 4 بیس ان هست که خب برای محاسبات 22ی، 44، 88 و به این صورت استفاده میشه که اینجا ما میتونیم از این قسمت به صورت 16 22ی و 88 اینا رو نمایش بدیم عددو. گزینه 5 گزینه ایکان یا همون معادلات درجه 2 و درجه 3 هست و همچنین 2 معادله 2 مجهول و 3 معادله 3 مجهول. با گزینه 4 و 3 معادلات درجه 2 و درجه 3 میاد و با گزینه 1 و 2 معادله 2 مجهول و 3 معادله 3 مجهول برای ما فعال میشه که خب به این صورت هست. قسمت بعدی قسمت ماتریکس هست که خب ما میتونیم از اینجا 3 تا ماتریس به حافظش بدیم، بیشتر از 3 تا دیگه امکانش نیست. ماتریس 1 2 ماتریس A B و C که خب باز ماتریس A B و C به این صورت هست که فقط این مقادیر رو داره و دیگه دیمنژناش تغییری نمیکنه، یعنی 3 در 3 3 در 2 3 در 1 2 در 3 2 در 2 2 در 1 و 1 در 3 1 در 2 و 1 در 1 این ماتریس ها رو میتونیم بهش بدیم. مثلا این ماتریس 3 در 3 میتونیم بهش بدیم به عنوان مثال. حالا بعد ماتریس B رو هم بدیم و خب بعد در ویدیوهای بعدی توضیح میدم که چجوری ضرب ماتریس، دترمینان ماتریس و کارهایی که رو ماتریس میشه انجام داد رو با این ماشین حساب انجام بدیم. قسمت 7 قسمت تابع این ماشین حساب هست که خب تابع اونجا می نویسیم و خب این بخش خیلی بخش ساده ای هست که باز هم در ویدیوی مربوط خودش توضیح میدم. گزینه 8 گزینه وکتور هست که برای عملیات‌های برداری، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و کارهایی که خلاصه ما می‌خوایم رو بردارها انجام بدیم و نمیتونیم مثل عملیات‌های جبری، جمع‌های جبری این رو انجام بدیم و هر بردار یه پارامتری برای خودش داره، یک مختصاتی، هر نقطه برای خودش یک مختصات پارامتر و هر مشخصاتی داره که این قسمت وکتور رو من در بخش خودش بهتر و بیشتر توضیح میدم. وارد منوی ستاپ میشیم که با شیفت و کلید مود وارد ستاپ میشه. گزینه اول حالت کسری هست، یعنی مثلا ما 5 تقسیم به 2 رو به صورت 5 دوم میبینیم به این شکل. میبینیم که میتونیم با گزینه با این گزینه به اعشاری تبدیلش کنیم.
حالا اگر روی این گزینه باشیم همیشه به همین شکل برای ما به صورت اعشاری نشون میده و کلا به صورت خطی نشون میده، دیگه به صورت کسری نشون نمیده. قسمت بعد درجه هست که میتونیم روی مود درجه باشیم، رادیان باشیم و گرادیان. گزینه 6 میتونیم مقادیر رقم اعشار بعد از 0 رو تعیین کنیم. گزینه 7 برای دقت ارقام اعشار. گزینه 8 هم که میتونیم به صورت نرم 1 یا نرم 2، یعنی اینکه روی نرم 1 باشیم، عبارتهای بزرگ رو به صورت اعداد مثلا 5 ضرب در 10 به توان مثلا 10 نشون میده، ولی زمانی که روی نرم 1 باشیم عبارت رو به شکل خودش نمایش میده. وارد این صفحه بعد میشیم. صفحه بعد میگه که اعدادی که به صورت کسری میخوان در بیان رو به صورت عدد مخلوط نمایش بدم، مثلا 2 و 1/2 یا نه به صورت همون عدد کسری نشون بدم. گزینه 2 به صورت کسری کامل نشون میده. گزینه 3 کامپلکس هست که ما میتونیم از اینجا مود محاسبات موقعی که ماشین حساب روی کامپلکس هست، یعنی اعداد وقتی که به صورت مختلط در میان به صورت عدد مختلط نشون بده، یعنی گزینه 1 آ به اضافه بی آی به صورت عدد مختلط قسمت مهمی و حقیقی رو نشون بده، یا به صورت قطبی به صورت آر و تتا نمایش بده. این رو میتونیم از همینجا توی ستاپ و تنظیمات ماشین حساب تعیین کنیم براش. گزینه 4 استات هست که میتونه استات خاموش رو روشن کنه. گزینه 5 دیسپلی هست که توی گزینه دیسپلی از ما میپرسه که به صورت دات یعنی نقطه یا کاما، یعنی مثلا به صورت ویرگول نمایش بدم ممیزها رو. و گزینه آخر که خب تنظیم نور صفحه هست، میتونیم روشنایی به سمت لایت یعنی روشن به سمت دارک یعنی تیره تر بریم، که این دیگه به سلیقه خودتون میتونید این مقدار رو روی حالت استانداردی قرار بدید. از این منو که خارج بشیم، بخشای بعدیش خب گزینه کلک یا سولو که با شیفت فعال میشه، که خب اینو در قسمت خودش توضیح میدم که چجوری با این محاسبات سولو یا کلک رو انجام بدین. انتگرال و مشتق هست، فاکتوریل و x به توان -1 هست، لگاریتم و سیگما هست به صورت عدد مخلوط نشون بده یا عدد کسری. رادیکال با فرجه 3، x2 x3، بعد رادیکال با فرجه n هر فرجه که بخواین، x به توان هر عددی که بخواین، لگاریتم و خب ln نپر به توان x یا هر عددی که بخواین. و خب بقیه چیزا که واضحه، حروفی که نیاز داریم برای مجهول a b c d تا m داره فقط، یعنی یک سری حروف بیشتر نداره، همین حروف کامل نیست. گزینه RCL و گزینه استو. خب RCL برای وقتی ما RCL بزنیم بالا نوشته RCL فعال میشه و زمانی که نوشته RCL فعال میشه ما مثلا مقدار C رو میخوایم ببینیم چنده، خب میگه C مثلا 0. دوباره RCL مثلا مقدار X میخوایم ببینیم چنده، میگه X -90 ممیز 125. خب و گزینه استو که با شیفت فعال میشه، ما اول مثلا مقدار 60 رو مثلا میخوایم اختصاص بدیم به y، میگیم که شیفت و استو، بعد y رو که بزنیم میگه که 60 قرار گرفت داخل y. حالا دوباره ما اینجا RCL y رو که بزنیم میگه مقدار 60 شده. بعد این گزینه برای زمانی است که بخوایم اعداد به صورت دیگه نمایش بدیم، مثلا زمانی که ما یک تقسیم داشتیم به صورت اعشاری شده، مثلا 5 تقسیم بر یه عدد زیادی بوده، با این میتونیم به این صورت نمایشش بدیم. دیگه کاما هست، پرانتز ها هست، گفتم این برای تبدیل مقادیر کسری به اعشاری هست. با این دکمه هم که میتونیم مکان نما رو
به صورت خطی یا به صورت عمودی یا افقی تغییرش بدیم. با این گزینه ها که گفتم توی ویدیو مربوط به خودش توضیح دادم که میتونیم از محاسباتی که برای ما قرار داده توی حافظش، مثلا تبدیلات و مقادیر مختلف پارامترها استفاده کنیم. با گزینه نه کلیر میتونیم حافظه ماشین حساب رو پاک کنیم. البته حافظه‌ای که برای ذخیره‌سازی فرمول نداره، فقط حافظه ستاب، یعنی ماتریس هایی که تو حافظش هست یا مموری یا کل تنظیماتی که ما انجام دادیم و به حالت پیش‌فرض برگردونه. میشه اینا رو پاک کرد. دیگه با گزینه های ماتریس، وکتور، استات، کامپلکس، بیس بیشتر آشنا میشیم. گزینه‌ای که یک خطی انگار به ماتریس مثلا وصل کرده، اینا گزینه‌ای هست که با منویی که اینجا هست فعال میشه. ما تو منوی ماتریس که باشیم، مثلا یه ماتریس تعیین کردیم، بعد این بالا گزینه علامت ماتریس رو نوشته، یعنی تو منوی ماتریس هستیم و با شیفت و ماتریس این فعال میشه و میتونیم دترمینانت، ترانهاده و ماتریس برای ماتریس های A, B, C و اینها رو میتونیم به دست بیاریم. یعنی فقط این کلید ها با زمانی فعال میشه که ما تو منوی اون خودش باشیم. زمانی که ما تو منوی کامپلکس باشیم نمیتونیم از اون منو استفاده بکنیم، یعنی عمل نمیکنه. دیگه به صورت رندوم، عدد به صورت رندوم هست که میده به ما، یعنی رندوم، ما عدد رندوم بین 1 تا 0، یعنی بین 0 تا 1 عدد رندوم به ما میده فقط. دیگه این کلید رو بدون آموزش ندادم که این برای جمع مثلا درجه هست، به صورت زاویه ها رو به درجه بخوایم جمع کنیم، مثلا 50 درجه و 60 دقیقه و 40 ثانیه به اضافه مثلا 40 درجه و 27 دقیقه و 9 ثانیه به ما به این شکل نمایش میده، 91 درجه و 27 دقیقه و 49 ثانیه. این کلید هم برای این کاربرد داره. و کلید هایپربولیک ها هست، مثلا شاید شما نیاز داشتین سینوس هایپربولیک، کوسینوس هایپربولیک، تانژانت هایپربولیک و سینوس اینورس هایپربولیک و به این صورت از اینجا میاد. خب خود سینوس اینورس، کوسینوس اینورس، تانژانت اینورس هم اینجا هست. و گزینه‌ای که بالای هایپربولیک فعال میشه ABS هست، مثلا ABS -9 خب میشه 9، یعنی قدر مطلق -9 میشه 9. ABS همون قدر مطلق است. توضیحات دیگه در این جلسه نیست. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. جلسات بعدی ما رو حتما دنبال کنین. خیلی ممنون از شما. خداحافظ.